سلام بچه ها، چطورید؟ من آریانم و خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوام یه بازی بهتون معرفی کنم که دقیقا شبیه فالگایزه اما کراس پلتفرم. حالا کراس پلتفرم چیه؟ یعنی اینکه میتونی روی کنسول، پی سی و موبایل همزمان مثلا با هم بازی کنی، یعنی که کلا رو چند تا پلتفرم عرضه بشه. و برای طرفدارای فال گایز که نه سیستم دارن نه کنسول، این بازی رو واسهشون آوردم به اسم استامبول گایز. تقریبا هیچ فرقی باش نداره، گیم موداش یکیه ولی خب برای موبایل عرضه شده. حالا امروز میخوایم بریم ما هم بازی کنیم. همین الانم ایونت مثل 20 روشه. بریم تو گیم ببینیم چجوری. به گیم مود فاکینگ یه ذره زیاد سخت باشه. یه جامپ بزنید، یه دونه رو جامپ بزنید جامپ عادی میزنه، دوتا بزنید شیرجه میره. نگاه اینجوری. در کل بازی خیلی باحالیه. این کسایی که فال گایز دوست دارن ای وای ناک شد. چقدر بابا بذار رد شم لعنت. من کوالیفاید میشم. یس. خب مچ اول کوالیفای شدیم. یعنی چی؟ حالا مچ اول تموم کردیم و جز برنده ها بودیم. دونه دونه کوالیفایدا تموم میشه و وقتی که مثلا 16 تا این مچ بود از 30 نفر، بقیه از 32 نفر بقیه کامل حذف میشن و میبازن. حالا ما جز برنده ها بودیم. بریم ببینیم مچ بعدی چجوریه. مچ سختی دیگه. نایس. بریم برای برد. ای وای نزدیک بود. شانسی. یس. ما جز برنده ببخشید جز برنده بودیم، بازم نباختیم. الان 8 نفر موندن، 15 نفر، 16 نفر و فکر کنم مچ آخر باشه. آره این مچ چجوریه؟ باید را بری همینجوری دونه دونه زیر پات قرمز میشه. وقتی کامل دیگه چیز بشه زیر پات حذف میشه و تو باید سعی کنی بالا بمونی و بقیه هم حذف کنی. ما همینجا در آشیانه خود میمانیم، کار با کسی نداریم مگه که کار با اون داشته باشم. ای وای ای وای ای وای حاجی نه شت نه المینیت شدیم. شت لعنت. باختیم. حالا ببینیم کی نفر اول میشه. خب تام باختی من شاید هم بتونم موفق باشه. از نظر تو کی میبره؟ ای بابا رو باخت و مامبالو برنده شد. مامبال نمیتونم بخونم ولم چون مرتیکه. در کل بازی جذابی. اگه از فال گایز خوشتون میاد حتما تستش کنید، واقعا حال میده. منطقی. No God! No God, please no! 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 خیلی عجب.
این زیر پات خالی میشه بعد روی قرمز وایسی جی جی و بیشتر حذف میشن الان. ما وسطیم کسی کاری نداره. بمون نخوره. نه نفر یا خدا داره همه رو ناک میکنه. یه نفر دیگه ناک بشه وای شیت بله یه مشتی گفتش به معنای واقعی ریدیم. اینا من بازی کردم قبلا خیلی سخت نیست امیدوارم نمیدونم خیلی وقت بشه پلی دارم با جمعیت باید باشه. برو بریم نایس ای وای شت بودو برگرد بودو چه میسی داداش شانسی ردش کردم. بریم دیگه. نایس قشنگه. راستی بچه اگه از این جور ویدیو خوشت میاد دوست داری بریم جدید معرفی کنیم کلی گیم پلی واک ترو گیم های موبایلی و کلی چیز دیگه همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن زنگوله هم فعال کن که قراره از این بعد کلی ویدیو بذاریم و این شروع منه قراره با قدرت پیش بریم. به نظرم وین کردیم و همین آسونی فقط کافیه نمیری. این بازی بگاست همونجا که امکان داره این برابرش هم بیفتی کنی سخت ترش میکنه. فقط یه نفر میتونه کوالیفاید بشه. نظرتون کیه؟ نمیدونه. ای لعنت یارو بلد خوب. من دارم میایم سراغت مرتی که فکر کردی میتونی معلوم که نمیتونی تمام کنی. زر زدم آقا زر زدم تو اصلا برنده من کیم که بگم نه. یس نفر اول شدیم خیلی شانسی پشمام بنازم. یارو چه فشاری داره میخوره اجی بناز خب ساب نکردی ساب کن اینو ساب کن حله. خب بچه ها امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. واسه اسپینم بزنید دیگه. تا اینجا اومدیم یه اسپین اگه چیز خوب بیافته تو دیگه باید ساب کنی. وای شیت بنام یه اسکینم گرفتی. خب بچه ها اگه از این ویدیو خوشتون اومد همین لایک بزن برای ویدیو بیشتر ساب کن زنگوله رو بزن کامنت هم بزن که انرژی بگیریم و کلی ویدیو دیگه بسازیم. تا درودی دیگر گودا پیس.